سلام، حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوش اومدید به ویدیو جدید در مورد چیه؟ مغز بازی. حالا گیم پلی اولو وایس لایو میدیم. حالا گیم پلی دومو دیگه روش براتون صحبت میکنم و برادر ناب شد هیچ وقت شما سولو میایید این کارو نکنید باشه، چون هر لحظه ممکنه یارو با گام بزندتون و برید لابی. من حالا من چرا این کار کردم خودم هم نمیدونم، ولی چون شات اول رو زدم دیگه مطمئن بودم که خب شات دوم هم میتونم بهش بزنم و خب همینجوری شد. و حالا موضوع دوم مغز بازی، موضوع دومش یا بهتر بگیم چی بود؟ صدا پا هر وقت بهتر بگیرید و بیشتر بگیرید خب به نفعتونه. وقتی که شما صدا پا دارید میدونید انمی قرار از کدوم طرف بیاد و میدونید که انمی قرار از کدوم طرف بیاد و میتونید وقتی که اومد سری شما قبل اینکه بیاد، مثلا میگم اگه داره از در میاد تو خط در رو بگیرید، یا مثلا من نگاه کنید اینجا اصلا این داشون غیر منتظر اومد تو صورتم، دیدی که حالا هر کی میذارم چرا میره لابی بچه‌ها. دیدید من صدا پاشو گرفته بودم اما نمیرسم کدوم بره و خب همین بده دیگه، ولی با موونت درست. بخش دوم موونتی که من برای تو فایت با این داشمون زدم بچه‌ها، موونت اسلاید راست، مثلا جامپ اسلاید راست، مثلا جامپ چپ و اینا. یعنی مثلا برخلاف موو اسلایدی که میزنید شما باید جامپشو همون طرفی بزنید. حالا بذارید من برم. داداش به قرآن انقدر اون کیله مهم نبود، به قرآن نمیزدمش، مثلا میذاشتمش برای خود. و داشتم میگفتم کجا بودیم؟ موونت خیلی مهمه و وقتی که تو یه موونت اوکی داشته باشید میتونی بیشتر انمی های تو مپو بزنی. داداش این چه کاری بود کردی ها؟ این چه بلایی بود؟ بله اشتباه کردم. بریم سراغم بچه بله. از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو یاد نره که لایک کنیم و برام کامنت میذاریم. سلامی دوباره به شما. مچ قبل خراب کردم، سولو اسکواد اومدم. حالا دیدید دیگه، خودتون دیدید که خیلی خفن پلی دادم اما مفرم کردن و خلاصه که آره. کجا بودم تو بحث قبلی؟ آخرین چیزی که بهتون توضیح دادم موونت بود و حالا من اصل سومی که از نظر من وجود داره لوت مهم نبودنه برای شما. به قرآن میگم تو رو میگم به تروم زاده تو داش افغانی موونت خیلی برای میگم موونت داداش اصلا بگو اصلا یعنی چی؟ چرا این بس اشکال نداره بچه لوت نکردن این حالا شاید برای من یه چیز زیادی مثلا مهمیه، زیادی هم نه ولی خب مهمه برای من. داش چه کاری برای من مهمه واقعا و خب شاید بگی چرا برات مهمه؟ به خاطر اینکه شما سر لوت هر لحظه ممکنه بمیرید. کیاره می داشت یادمه کیارمش کجاست و هر لحظه چون ممکنه بمیرید اینجوری گیم پلیتون یا هم بازیتون به هم میریزه و وقتی که بخواید خب اونجوری پلی بدید و بازیتون به هم بریزه و سر لوت بمیرید و اینا واقعا همیشه میره تو مختون و خب 100% گیم رو میبندید، میاید بیرون و میگید من دیگه توی این گیم نمیرم، من فرداش دوباره تو گیمید. بازم این مهم نیست دارم چی رو توضیح
خلاصه که لوت نکنید. وقتی که تو فایتید سعی کنید اصلا لوت نکنید، اما خب تو مواقعی که فایت نیست و اینا لوت کنید. اون موقع دیگه اصلا لازم نیست که چیز کنید، مثلا برید الکی خودتون رو بندازید تو تومه و فایت بدید. به اون میگن داداش چی کاری بود کردی؟ در بالا یا پایین الان بالاخره انشالله. بابا بیا پایین دیگه، دهنت سرویس. گفتم اون بالا کمپیده. بیا بالا فایت بریم با هم. او ماشاءالله چقدر خوب ونشات کرد دهنت سرویس. خلاصی که آره حالا توی مغز بازی و سولو به اسکواد اومدن و با اسکواد اومدن توی چیز خیلی فرق داره. توی مغز بازی اگه تو بخوای سولو اسکواد است کنی مچو 100% باید سعی کنی که تراهارد پلی بدی و سعی کنی که نمیری دیگه، الکی راش ندی و سعی کنی مثلا انمیا راشتو بدن و با کسی نری توی چیز، نری مثلا اون که تو باز کنی بهش فوش بدی و اینا. چرا؟ چون یارو مثلا دیگه عقده میکنه که تو رو بزنه و وقتی عقده کنه که تو رو بزنه ترایارد میکنه. وقتی ترایارد کنه 4 نفری میریزن سرت و تو چی کار میخوای کنی ها داداش من برادر؟ بمیر دیگه، یه بارم بذار ما انتقام بگیریم. تو میخوای چی کار کنی؟ داداش یعنی چی؟ یه بارم بچه من سر همین که مایک دادم به یکی دادنم بلد داداش نایفم شدیم. خلاصی که آره همه بچه های کانال خیلی خوش اومدید دوباره به ویدیو. آقا ما یه چند دست رفتیم دیدیم اصلا بد جور خراب کرد و کلا رفتیم لابی، اما 2 تا شات خوشگل از تو گیم پلی اول براتون در آوردم، عشق کنید و توضیحات حالا من بهتون دادم و این گیم پلی حالا اومدم فقط بازی کنم و توضیحات خاصی دیگه نه، فقط بازی کردم. واسه ببین میگن صدا شروع خودم دارم مسخره میکنم و خلاصی که آره بچه یه سوال الان برام پیش اومد. من یه 5-6 تا از شما رو دیدم که میگید چرا اسم قبلیتون دیگه از تو کانال برداشتی، چرا دیگه آنتکس نیستی و این حرفا. حالا من میخوام از شما بپرسم که آنتکس یا این کجا؟ خودم آنتکس رو خیلی بیشتر دوست دارم واقعا، اصلا نمیدونم اصلا به چه دلیلی عوضش کردم و مطمئنم که به هر دلیلی بوده دلیل اشتباهی بوده. اوکی پس دمتون گرم. حتما نظرتون رو بدید. خلاصه که آره و دمتونم گرم. بچه یه سوال دیگه هم دارم ازتون. شما به نظرتون ویدیوهایی که میذارم بیشتر باید آموزشی باشه یا گیم پلی و چرا همینا؟ نظرتون رو بگید، هرچی باشه میخونم و خلاصه که همتونم گید. این گیم پلی هم حالا همینجوری آوردم دیگه، گفتم ببینیم خوش کنم. البته من که دارم بازی میکنم شما ببینید داشت کن و خلاصه که آره دمتونم گرم و اینم بگم که لایک کامنت ساب فراموشتون نشه.
و خلاصه که آره دو دقیقه 3 دقیقه تا الان گیم پلی ماشاءالله بچه اصلا دیلی آپلود دارید دیگه. من تو تایم مدرسه هم الان همه دیگه تو تایم مدرسه هم و اکثر یوتیوبرها و اینا همه حمایت چیزا میگم حمایت ها آقا چیزاشون خوابیده ویدیوهاشون مثلا برادران دیگه بام ویل کردن توی محتوا رو نه شوخی میکنم ولی کلا فعالیت ها خیلی اومده پایین. حمایت هم به خاطر همین مدرسه ها اومده پایین. چرا؟ چون مدرسه خب تایم همه رو تقریبا گرفته و اون 6 ماه تابستون هم این برق و باد گذشت و ما هیچی 6 ماه 3 ماه تابستون 4 ماه تابستون و ما هیچی از چیز نفهمیدیم دیگه از تابستون که چه اتفاقی افتاد کی تموم شد. آقا اصلا چی شد تو تابستون؟ من خودم به شخصه هیچی نفهمیدم. هر چیزی از تابستون فهمید زیر این ویدیو کامنت بذاره دهنشو سرویس. نه شوخی میکنم ولی جدی بچه‌ها اصلا تابستون چجوری گذشت کسی فهمید؟ حالا اگه به قرآن این 6 ماه هم بدبختی 7-8 ماه این مدرسه این 7-8 ماه مدرسه اگه به همین آسودگی به همین راحتی بگذره بچه‌ها اصلا چرا نباید مثلا 7 ماه مثلا تابستون نبود؟ چرا نه اونور 3 ماه مثلا مدرسه ايش میکنید بچه اصلا ولی بچه ها درساتون رو بخونید جی پشمه و زیر زدن میره داداش آتیش گرفتی نه؟ در آتیش جهنم بسوز. در بچه ها درساتون رو بخونید و خلاصه که درس مهمه حداقل اگر بچه ها درس تو زندگیتون هیچ تأثیری نداشت به مامان باباتون بچه ها به مامان باباتون بگید که مثلا بزرگ شدید بگید این درس آقا چه تأثیری توی زندگی من گذاشت و خلاصه که آره حالا نمیخوام دورتون کنم از مدرسه نه مدرسه جای بدی نیست واقعا ولی خب خیلی ها دوستش ندارن 90% آدم ها ولی من خودم مثلا یه رفیق دارم بچه ها انقدر مدرسه دوست داره شده بچه ها یارو من یادمه داشت میمرد جدی میگم داشت میمرد از مریضی اما پاشد اومد مدرسه و منم رفتم لابی و خلاصه که بچه دمتون گرم تا اینجا ویدیو دیدید حرف اضافی هم دیگه بسه دمتون گرم فعلا.